به نام خدا. سلام دوستان، حال تو چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان لطفاً برنامه ما رو سابسکرایب کنید و به دیده شدن برنامه ما کمک کنید، سپاسگزارم. اما وارد برنامه میشیم. ابتدا میخوام از داخل مسائل داخلی بگم. آقا چرا آقای پزشکیان باید استعفا بده؟ واقعا استعفای ایشون الان به نظر بنده مهمترین خدمتی است که این شخص میتونه واقعا به ایران انجام بده و ایشون ثابت کردن توی 2 سال به هیچ عنوان مدیر نبوده، مدبر نبوده، رجل سیاسی نبوده، کاریزما نداشته و به درد شرایط عادی نمیخوره، چه برسه به شرایط جنگ. و به نظر بنده قالیباف هم باید سرنگون بشه. من با سران سه قوا هر سه تا مخالفم و حالا قوه قضاییه بخشیده به سبیل کد خدا، ولی این هایی که به حساب انتخابی هن واقعا وجودشون واسه کشور جز مصیبت هیچ چیزی به همراه نداره، بخصوص دولت که امروز قدرتمندترین جریان دست دولته و واقعا ما یه چیزایی میبینیم عجیب غریب. من احساس میکنم پزشکیان تداوم ترامپ، یعنی دقیقاً یک خط که دقیقاً پشت سر ترامپ داره بازی میکنه. ببینید امروز صحبت کرده، با قالیباف هم خواهیم پرداخت. بله، سرهوش رفته عراق. یاد سفر 3 سال قبلش بیفتید، به 2 سال قبل 3 سال قبل به لبنان. چه بلایی سر حزب الله آوردن با اون عقب نشینی غیر تاکتیکی که امروز حزب الله به این حال روز بیفته. بله، قالیباف واقعا یک مصیبتی است، یک شر مطلقی است واسه ایران، واسه منطقه، واسه محور مقاومت. و امیدوارم روزی هر چه زودتر این شر از این بلیه آسمانی از سر ما کنده بشه. تمام یک فرد شیاد دروغگو. ما اگر نمی رفتیم قطر 12 میلیارد دلار آزاد نمیشد. ما اگر نمی رفتیم سوئیس، نمیدونم، آتش بس در لبنان برقرار نمیشد، پول هامون آزاد نمیشد. حالا فهمیدی همه اینا کشک. مثل ریگ دروغ میگه قالیباف یک فرد ماکیاولیست است، اصلا اخلاق نداره، اصلا پرنسیپ نداره. قالیباف انقدر شیفته قدرت و ثروت و دیده شدنه که هر اصول و مکتب و مبانی رو زیر پاش میذاره. همش واسش وسیله است، هدف براش وسیله رو توجیه میکنه. قالیباف همچین شخصیتی. وگرنه قالیباف، بله، حالا گفتم قالیباف، اموال قالیباف رو ببینیم، خیلی جالبه. قالیباف سال 96، بله، با این دروغ های انقلابی بازیش و اموال، حالا ما جریان املاک و نجومی و این چیزا رو خبر داشتیم. ببین اموال قالیباف رو ببین، یکم بخندیم واسه انبساط خاطر. خیلی خوبه. اول برنامه است برا رو. بله، اموال قالیباف. خود منباخر چی داشته؟ موجودی حساب بانکیش 3 میلیون زایده، علیه 3 میلیون شده 3 میلیارد دلار. کی به کیه؟ بله. موجودی حساب بانک شهرش 25 میلیون تومان. یه دهن مغازه 15 متری در بازار خیام مشهد. من 1 ثانیه در زندگیم خوشم از قالیباف نمیاد، حتی اون زمانی که برانداز بودم. اصلا به قول لوریگان پرچ ریش بدم میمون. و انصافا هم من تا حدودی به احساساتم باور دارم. من روز اول از این پزشکیان خوشم نمیاد، حتی اون زمانی که نماینده مجلس قصد پیوندی و دختر نمیخواستم ازش بگیرم واسه پسرم. نه، طرف آقا با در یه مسئولیتی میسته، آدم انرژی که از اون شخص میگیره آقا مشخص طرف چه کاره است. بله. بعد اموال زهرا مشیر استخاره زونش چه داشته؟ یه باب منزل مسکونی 230 متری در منطقه 4 تهران، یه دستگاه خودرو مزدا سال 87، منزل پدری در مشهد هم 180 متره، موجودی حساب بانک تجارتش هم 3 میلیونه، موجودی حساب بانک شهرش هم 3 میلیون. به جان پشمین کوین باز دست خودم شیپالدر بکنم اگر دروغ بگه. بله. بعد موجودی حساب بانک شهرش هم 3 میلیونه، موجودی حساب بانک ملیش هم 2 میلیونه. اسحاق کو جنیزیر کم سنگی اسحاق هم یه خودرو نیسان پاترول داشته مدل 71، یه موتورسیکل با مجموع موجودی در بانک اقتصاد نوین و سپه و ملی و سامن و همه شده 1 میلیون تومان. 1 میلیون تومان برار. یک گوشامون درازه. بله. اسحاق مثل خود مارکوپولو در استرالیا معاملات ملکیش به راه هست و در کانادا و ایور و اوور و این درادولیا 1 میلیون تومان. بگذاریم آقا.
بعد این شخص در لباس دوست و انقلابی و ساده زیستی و فلان رأی انقلابی ها رو میگرفت، اما در کنار جواد ظریف و حسن قلیدوز و خاتمی و اینا مجیدگوی رفسنجانی بود. واسه همین میگم خیلی قالیباف عنصر خطرناکیه واقعا. بله، اما برگردیم به آقای پزشکیان. آقای پزشکیان شیر مادر استعفا به خود. ببین امروز چی گفته این شخص آقا تداوم ترامپ هست. من باور نمی کنم یکی اینقدر مشنگ باشد، ساده باشد، احمق باشد که به این سادگی آقا پاس گل به دشمن بده. پاس گلایی که تو همین جنگ ببینید. من نمیخوام از 2 سال قبل بگم که واقعا خون تو دلمون آقا. اون بیشعورایی که میگفتن رأی ما ارزش نداره، فرق نداره، به هر کسی رأی بدیم هیچ فرقی نداره. واقعا عبرت شد پزشکیان واسه ملت ایران. البته اینم بگم بالاخره هر جامعه‌ای واسه رشد این شرایط هم باید سپری بکنه دیگه. جامعه ایران امروز نسبت به 2 سال قبل خیلی رشد کرده، این نمیتونیم منکر بشیم و تجربه میشه، عبرت میشه آقا. بزرگترین عبرت همین دولت پزشکیانه. واقعا پزشکیان میگه جنگ، این امروز گفت افاضات امروزشه، جنگ باید در یک مقطع به پایان برسه، نمیرسه. میخوای چیکار کنی؟ دشمن تا تمام زورش نزنه تا ما رو تسلیم بکنه جنگ متوقف نمیشه. میخوای بدی بره؟ میخوای تسلیم بشی؟ امروز آقای سید محمود نوویان جمله جالبی گفت اونایی که میگن نمیدونم صلح شرافتمندانه منظورشون تسلیمه. واقعا هم همینه آقا. دشمن اومده، جنگ نیست احمق، دفاع است. روز اول رهبر ما رو زدن، تو مینا بو جنایت کردن، تو لامرد اومده اینجا مونه گرفته جنگ چی؟ واسه اینکه آقا کشور رو بفرستن تو شرایط تسلیم. ببینید دقیقاً شالاتانی تو جملات بعدی رو هم ببینید. بله، بهتر از امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارن جنگ رو پایان ده. چطور پا نرفتی تفاهم هم امضا کردی؟ خود ترامپ به ادرارش هم اون چیز نکرد، تحمل نکرد، ادرار کرد رو امضات هم ادرار کرد، رو امضا خودش هم ادرار کرد. دیگه چیکار باید بکنی؟ تسلیم بشه ایران؟ کی رو باید بدیم آقای پزشکیان؟ دقیق‌تر بگو. سید مشتبه رو میخوای به کشتن بدی؟ تو رو که نمیزنن، تو 7 دولت آزادی، تو اصلا لیست ترور هم نبیدی، اصلا اسم تو رو چند اینو خب اعلام شد دیگه، خبرنگار وال استریت ژورنال گفت 10-15 نفر از اونایی که میدونن همسوان باشون خطری براشون نداره دادن به اسرائیل، گفتن حق نداری ایران رو ترور کنی. بعد از زدن علی لاریجانی بود دیگه، آمریکایی مخالف بودن. بله، چه کسی گفته از دولت باید حالا یارا بنزین 130,000 تومانی بخرد و بعد آن را 1500 بفروشه؟ چه کسی گفته ساعت کار در آمریکا الان 8 دلاره؟ خب جهانی بخوایم حساب کنیم، چه کسی گفته ساعت کاری که در آمریکا 8 دلار است ایرانی باید با 50 سنت کار بکنه؟ چه کسی گفته ارزش افزوده در ایران اینقدر ارزان باشه؟ کی پول ملی رو بی ارزش کرده؟ نه شما، نه دولت، نه شما. چرا مردم تاوانشو بدن؟ بنزین ارزان نیست، بقیه هم چیزا گران است برادر من. اونی که 20 میلیون میگیره 30 میلیون میگیره، همین بنزین هم واسش کمر شکنه. به قول یکی از دوستان میگفت اونی که زن داشت اونی که ماشین داشت، اونی که خونه داشت. کی میتونه با این چیز الان دیگه از صفر شروع بکنه صاحب این چیزا بشه؟ واقعا اگر بخواد به راه ثواب برود و نون حلال بیاورد. یه پرا زپرتی شده 1 میلیارد. 1 میلیارد اعدادم چیز شدن. بعد میگه عده‌ای خارج از گود نشستن چون نمیدونن دولت در چه شرایطی است. بیمه ها با اظهار نظر رو تحلیل میکنن، هیچ رنج و سختی هم به اونها نرسیده و بعد هم دم از گرانی میزنن. حالا ما اجازه داریم حرف بزنیم؟ ما خب بمون یه طبقه پایین جامعه ایم دیگه، اجازه داریم تا حقوق بازنشسته ایم آقای پزشکیان. انتقاد از این آخرش جگر منو میسوزونه. انتقاد از مشکلات تورم و مسائل ناشی از جنگ با شورای برخی همخوانی ندارد. یعنی اگر میخواید همچنان بگید مقاومت، هر بلای تو حوزه اقتصادی سرتون آوردیم، سرتون رو بذار پایین،
ساکت باشید. آقا رسما داره مردم رو تهدید میکنه یا تسلیم بشید وگرنه تو حوزه اقتصادی پدر صاحبتون در میاریم. آقا به زبان بی زبانی شخص داره ملت ایران رو تهدید میکنه. همین تو تعطیلات نوروز سر کشور رو بردن با حذف ارز ترجیح. مگر جنگ چه مشکلاتی ایجاد کرده بود؟ تو حوزه صادرات تازه درآمد بودجه سالانه رو با نفت 55 دلاری بستن، ما نفت بالای 100-120 دلاری میفروختیم. یعنی تو حوزه ارز 2 برابر. جز این که آقا شما از مردم ناراحتید. این شعار اصلاح طلبان و مردم سالاری و دینی و اینا رو برادران بریزید دور. اینا فقط برای اینکه سوارمون بشن، سوار گردهامون بشن. بنده هم یه زمان اصلاح طلب بودم. خرداد 76 این خاتمی بدپت پوز من به قول معروف حمایت میکردم. بعد به ذات کثیفشون که پی بردم، نه بابا اینا شیفتگان قدرت و ثروتن، این کاورشونه، شعارشونه. این پدر سوختا خودشون تافته جدا بافته میدونن. اینا این اولیگارشی و این سرمایه‌داری کثیف تماما در خدمت ایناست، مال ایناست. این با همین پول مردم رو فریب میدن، با رسانه دارن، نمیدونم رأی میگیرن، یه آدم پرتی مثل پزشکیان رئیس جمهور میکنن. امروز آقا این جریان میگه یا ایران باید تسلیم بشه. خیلی از اینا حتی از چین ناراحتن. چرا چین نفت ما رو میخره؟ چرا چین با ما مراوده داره؟ این چین باعث میشه ما تاباوری اقتصادی داشته باشیم، کمتر به آمریکا باج بدیم. ما باید باج بدیم. حرفای خاتمی، حسن قلیدوس و ظریف و اینا همینه. قالیباف همین رو میگه. الان به حرفای قالیباف هم خواهم پرداخت. آقا عجله دارن برای تسلیم کردن ایران. من از روز اول میگم پیروزی ما که در حوزه نظامی به دست اومده اما هنوز تثبیت نشده، جنگ به سمت فرسایش رفته. پیروزی ما به معنای ورشکست شدن سیاسی این کثافتکده اصلاح طلبان، این مافیای اصلاح طلبان، اینا ورشکسته میشه دیگه، چیزی ندارن مردم ازشون بترسونن. سالها با اینکه ما ایران از ذیل منشور 7 خارج کردیم، ما تحریما رو لغو میکنیم، ما خطر جنگ رو رفع کردیم، آقا با این ترسوندن نقش مار میکشیدن بر دیوار، مردم از نقش مار بر دیوار میترسوندن. خب وقتی ایران پیروز بشه دیگه چیزی واسه ترسیدن. اتفاقا اون غیرت و روحیه سلحشوری ایرانیان هم متبلور شده و واسه همین در تداوم ترامپ وقتی روز اول گفت اونایی که از ما حقوق میگیرن اگر به وظایفشون عمل نکنن من اسامیشون اعلام میکنم، منظورش با خائنین داخلی بود دیگه. از روزی که این اعلام کردم دیدید تکاپوشون زیاد شده، تو حوزه اقتصادی کارشکنیاشون، تو حوزه سیاسی، رسانه‌ای. طرف پالس میفرسته آقا من کلی دارم هزینه میکنم، کلی نقطه ضعف ازت دارم، افسارتون تو دستمه، باید به وظایفتون عمل کنید. نفوذیا، خائنین ایرانی، باید به وظایف عمل کنید وگرنه من رسواتون میکنم. به همین سادگی. بله آقای پزشکیان، کی ما رو تهدید میکنیم؟ اینکه ما توی یک جنگ موجودیتی قرار داریم، دشمن پاش گذاشته رو گلومون، باید از چی کوتاه بیاییم؟ از ناموسمون، از خاکمون، از شرافتمون، از چیمون باید کوتاه بیاییم؟ ما چرا باید، به چه جرمی دارید ما رو، ملت رو دارید عذاب میدید؟ آقا برادر من تو این کاره نیستی والله. بزن کنار آقای پزشکیان. اگر ذره‌ای در اون نهج البلاغه‌ای که میخوندی شرافت وجود داشت، صداقت وجود داشت، اگر ذره‌ای به مکتب مرتضی علی ارادت داری، بزن کنار. آقا تو این کاره نیستی. تو داری باعث زجر و درد واسه ملت ایران میشی، واسه شیعیان میشی، واسه آحاد ملت ایران میشی. اگر ذره‌ای به اون مبادی اخلاقی و
اسلامی که ادعاش داری پایبندی، آقا بزن کنار. بیش از این ما رو تو زحمت نینداز. بله قالیباف، بریم سراغ قالیباف. قالیباف یادتونه میگفت که لانچر سربازا رو پای لانچر بفرستیم خونه، میخوایم بریم اقتصاد درست کنیم. مثلا اینکه قالیباف تازه ما تحتش گذاشته رو صندلی مسئولیت. برادر من تو تا حالا چه غلطی میکردی؟ 12 سال شهردار تهران، نمیدونم چند سال رئیس مجلس، چیکار کردی؟ اون زمانی که تازه رئیس مجلس شده بودی مرغ کیلو 70 تومن بود، الان شده چقدر؟ بعد رفته عراق، همه جا قالیباف آزاده، جلساتش در ایران، سفرش به عراق. فقط مجلس نباید باز باشد. مجلس، در مجلس قالیباف احساس خطر راست میکنه. آقا اینا دیکتاتورن، اینا مستبدن، والله اگر رهبری نباشه اینا ملت رو به سلابه میکشن. ببین همینا چه پرونده سازی دارن برای منتقدیشون انجام میدن، چه فشاری دارن بهشون میارن. والله اگر رهبری نباشه اینا، ببینید همین اصلاح طلبان، هم وفاقی ها، هم امثال قالیباف مردم رو نقره داغ میکنن. اینا این کوتوله های مستبد شرن واقعا واسه کشور، واسه انقلاب. شانس داریم ولی فقیه داریم واقعا که جلوی کوتوله رو میگیره. حال برشون داشته 4 ماتحتشون رو صندلی فکر میکنن این تا قیامت میماند. تمام زورتو بزن قالیباف، تمام جفتک شالتاق بازیتو بزن، این 4 روز تموم میشه، ما میمونیم و تو. شب نشاشیده دراز قالیباف. بله قالیباف میگه که همون حرف پزشکیان، همون چیز. بله که اگر گفتم یکی دیگه این حرفو میزد فوراً قوه قضاییه اژه‌ای بازخواستش میکرد. اولا رفته عراق، ایران از تجمیع سلاح در عراق حمایت میکنه، خل سلاح گروه های مقاومت، خدا قوتت نده قالیباف. اون گفتم مثل اون سفری که رفت چیز، رفت لبنان، بعد از اون دیدیم چه مصیبت های سر حزب الله لبنان اومد. الان این سرهشکم رفته عراق، ببین چه فشاری بر گروه های مقاومت خواهد آمد. بله حالا کار با این نداریم. میگه که پیداش کنم یه لحظه، چیگن کجا رد؟ بله عنوانش اینه، دقیقا حرف ظریف میزنه. ظریف میگه به ابوالفضل مردم مهم نیستن، نمیدونم موشک ها مهمن اما مردم ها مهمترن، بدون اقتصاد ما نمیتوانیم دوام بیاریم با وجود همه قدرت نظامی. خب اقتصاد دست کیه برادر من؟ اقتصاد مگه دست تو نبوده؟ مگه دست تو نیست الان؟ مگه دست وفاقی ها نیست؟ چه غلطی کردی توی چند سال اخیر؟ چرا رو نمیری؟ چرا شما اینقدر پررویید؟ عجیب غریبه واقعا. یه طوری میگه اقتصاد مثل اقتصاد در رخشان بوده، حالا تازه از من گرفتن میخواد درستش بکنه. چقدر شما وقیحید واقعا. بعد تریپ حاج قاسم، رفیق حاج قاسم هم میگیرم، تو مایه ننگ حاج قاسمی، مکتب حاج قاسم و تو یکی شرق یکی به غربه. بله ببینید همین توی چند وقت دروغگویی قالیباف و مشاورینش، همین وفاقی ها کلا. سعید آجلو 6 خرداد سفر قالیباف به قطر درباره آزادسازی 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران موفقیت آمیز بود. آزادسازی 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران، دارایی بلوکه شده ایران به صورت غیر قابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار میگیرد. این 6 خرداد بود. 30 خرداد او جعفر ولگرد قائم پناه، او جعفر ولکن، او بی ارزش. بله ای که میگفت ما قرار ولی فقیه هرچه بگوید ما عمل بکنیم، این گمال میگم. رفیق 6 پزشکیان، خاله دوستی میگفت احمد نیاز سخنگوی دولت گفت تو روز کانال اصلاحاتی گفت کارش باجگیری از مدیران بود، یه آدم فاسدی بود،
4-5 سال محکوم به زندان شد، 2 سال هم زندانی بود، چون حالا سوء تفاهم نشه واسه دوستای آذری، چون همشهری قالی پزشکیار بود دیگه، همون چیزی که او نماینده مجلس رو بعد پتپوس کی بود گفت به من رأی بدید من صاحب خونتون میکنم چند وقت پیش، گفت ما تمام تلاش میکردیم که همشهریمون بشه رئیس جمهور، باند خودشه دیگه. این جعفر هم یکی از ایناست، وزیر کشاورزی یکی از اوناست. بله، خواهم پناه 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و تدریجی آزاد خواهد شد. این 30 خرداد. قالیباف 1 تیر آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در سفر سوئیس نهایی شد به جان پژمین، به جان الیاس ولگرد. بله. همتی 2 تیر مذاکرات سوئیس برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران موفقیت آمیز بود. همتی 3 تیر با دسترسی بانک مرکزی به پولهای بلوکه شده ایران از 6 تیر عرضه ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت. قربانزاده 5 تیر، یکی از مشاورین ولگرد قالیباف قربانزاده، بخش اول پولهای مسدودی در دسترس است. پزشکیان 8 تیر 6 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شد. قالیباف 9 تیر، اگر به سوئیس نمیرفتم 12 میلیارد دلار آزاد نمیشد. همتی 28 مرداد 1 دلار هم از پولهای بلوکه شده ایران آزاد نشد. اینا سیاسیونمان برادران است. بعد میگه به اینا به مسئولان اعتماد کنیم. خیلی قابل اعتمادید به خدا. بزرگترین کمک شما استعفاتون خدا وکیلی. شما شرید، شما مصیبتید واسه ایران، شما از بنی صد بدترید به پیغمبر، شما از گروه فرقان و رجویشی ها بدترید واسه ایران، شما از توده ها بدترید والله. بله. اما بریم تو حوزه روابط خارجی. آقا ترامپ، ما گفتیم جنگ اقتصادی این نتیجه. آقا من فعلا نمیخوام دست به عملیات نظامی بزنم تا این چند ماه تا انتخابات کنگره سپری بشه. ترامپ رسما به دنبال اینه که کاهش تنش بده، اما با تبلیغات بسیار معاصره و فلان. دیدم چینی‌ها اعلام کردن ما به هیچ عنوان به این معاصره ترامپ نمیدیم و قطعا چین هم نمیخواد که با آمریکا کمک کنه در شکست ایران، بلکه پیروزی ایران در منطقه اتفاقا به نفع منافع چین هم هست. و اینکه ترامپ گفته که آقا ایران شده لات منطقه، مثل مراد بود، مراد دوتمنی. ایران رسما شده از هر کس میخواد پول زور میگیره، زور میگه. گردنمو کلفتش، ما گفتی تسلیم بشید 2 روزه کار تمومه به جون پژمین. الان ترامپ هم میگه آقا ایران گردن کلفت منطقه، گردنمو کلفت ما. بله تموم شد و دورانی که شما هر غلطی میکردید و ناوگان حرکت میدادید، حکومت ها سرنگون میشد، کودتا در ایران انجام میدادید، نخست وزیر برکنار میکردید، نخست وزیر میآوردید، شاه مملکت رو انگشت کوچکتون تکون میدادید، رضا شاه رو بیرون میکردید، نمیدونم هر بلای سر ایرانیان میآوردید. تمام بود دوران. بله. ترامپ چی میگه؟ ترامپ رسما داره همین حرف میزنه، میگه آقا ایران شده یک کشور سلطه‌گر در منطقه. بله، ایران به یک قدرت سلطه‌گر در خاورمیانه تبدیل شده که همه رو مورد زورگویی قرار میدن. نگاه کن کی میگه ولگرد، استعمارگر امپریالیست جانی به چه فلاکتی افتاده. چرا؟ چون اتفاقا این جنگ ایران رو قدرتمندتر کرد. علیرغم این وفاقی‌ها و قالیباف، مصیبت‌های عظمایی مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و بله ظریف مریفینا، ولی خب با وجود نیروهای مسلح و رهبری و حضور مردم در خیابان که خاریف در چشم این غرب زده های ولگرد که به دنبال تسلیم کردن ایران هستند به اسم صلح شرافتمندانه، اما امروز دستای ما واقعا تو همه اوضاع تو منطقه سره. امروز آمریکایی‌ها جرأت وارد شدن به منطقه رو نداره. امروز گاوهای شیرده آمریکا زیر ضربن، امارات زیر ضربه، سعودی زیر ضربه، برارو یمن دارن ترکتل را میکنن سعودی رو، کویت و مویت و الشیخ گفت و والبفد و اونم اوضاش همینه.
ما باید محاصره رو، بندر فجیره تعطیل، سایر بنادر امارات، قطر، نمیدونم کویت، بحرین، سعودی، تنگه هرمز باید بسته باشد، کامل مسدود باشد تا قیمت جانی بالا بره، قیمت جانی انرژی، کالاهای اساسی، هلیوم و چه میدونم آلومینیوم و چیزای دیگه. باید درد وارد کنیم به دشمن، در عین حال باید وارد فاز تهاجمی بشیم. باید ناوگانش الان میگن 200 کیلومتری چابهار بعض شیپالدر کو برادر من. این دشمنی که امروز از جنگ رو در رو کراهت دارد، اتفاقا الان فضا واسه ما بهتره، هم با مشکل تسلیحات روبروه، هم فرسودگی ناوگانش تو منطقه روبروه و خیلی مشکلات دیگه، بحث بالا رفتن قیمت انرژی و چیزای دیگه. اتفاقا الان باید دست ما روی ماشه باشه، الان اینا رو باید شیپالدر بکنیم برادر من. فراری دادن آمریکا از آبهای نزدیک به ایران به معنای شکست کامل آمریکا، فروپاشی محاصره دریایی و تمام کار تموم میشه. کار رو باید تموم کرد، چوب لای زخم نباید بذاریم. دیدم سرلشکر عبداللهی هم گفته که پاسخ ایران به تهدیدات نوین دشمن ویرانگر خواهد بود. رئیس صدارکل نیروهای مسلح آنچه در سالهای گذشته در وزارت دفاع رقم خورده است فراتر از تولیدات تجهیزات نظامی و یک انقلاب صنعتی دفاعی بازدارنده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با آمادگی همه جانبه، هوشمند و روزآمد در تمامی عرصه‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافندی، فضایی و سایبری هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین دشمن را با پاسخهای انقلابی، کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهند ساخت. بله. فرید زکری هم گفته اعتماد به آمریکا فرو ریخت، او گلال بردش. دانمارک به جای سامانه پدافندی پاتریوت به آمریکا یک سامانه پدافند هوایی فرانسوی ایتالیا را انتخاب کرده. کانادا در حال تعیین نظر درباره خرید F-35 خود است. کره جنوبی به دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات به کشورهای عضو ناتو در اروپا تبدیل شده. هیچ کدام از این اقدامات به تنهایی به معنای گسست از واشنگتن نیست، اما آنها نشان دهنده کاهش عمیق‌تر اعتماد به حرف آمریکایی است. ببینید آقا دبی هم به چه حال روزی افتاده. الشیخ بن زاید ترو، محمد بن راشد زیر مشکلون، اینا که سابقا دزد دریایی بیدن، مشتی ولگرد یه دفعه کمی آب رفت توی روده هاشون و جفتک شلتاق خوشون رد کردن، امروز به فلاکت عظما دچار شدن. تظاهرات مهاجرین از وضعیت بد زندگی و اخراج گسترده مهاجرین در این چیزا باعث اعتراضات در دبی شده. بله تمام شد. روز اول گفتیم آقا دیگه بای بای دبی، بای بای این کشورهای ولگرد، تمام دیگه. اینا یه سالای حبابایی درست کرده بودن تو کاخهای شیشه‌ای، امنیت سرمایه گذاری و فلان، اینا یه سری سرمایه گذار رو تو کشورهای خارجی جذب کرده بودن. سالهای قبل، 2-3 دقیقه قبل یادم میاد حسن عباسی جمله جالبی گفت، هشدار داد به این حکام ولگرد اماراتی که ما اگر یه RPG بزنیم تو امارات تموم کارتون، همه سرمایه گذاران فرار خواهند کرد. و این اتفاق الان افتاده، بدبخت شدن، بیچاره شدن، روزگار خوششون تموم شد. بله به امید خدا. حالا باید باج بدید. فعلا میخوایم این شتر سرخمو رو بخوابونیم، این جمل رو، یعنی آمریکا رو. سراغتون میاییم، تک تک خباست هاتون و شرارت ها رو از روحتون میکشیم بیرون. ولگردای دو پیلی زیر مشکل از دکتر مراد پنجتمنی و مراد ترو و اینا کاری ساختنی، 16 خورتونپت و این چیزا کاری دیگه ساختنی. سراغتون میایم بنزاید عینت تصحبو زیر مشکلو. بله یه چند تا گزارش هم خدمت برارونم بخونم. گزارشی میگه که فارن پالیسی میگه رهبر انقلاب ساختار امنیتی ایران رو برای جنگ طولانی مدت بازآرایی میکند. فارن پالیسی در گزارشی
با قلم سینا توسی با عنوان رهبر انقلاب برای جنگ طولانی مدت برنامه‌ریزی می‌کند و بررسی انتصابات و تغییرات اخیر در ساختار نظامی و امنیتی ایران پرداخته است. انتصابات جدید در سطوح ارشد نظامی امنیتی می‌تواند تصویری از رویکرد جدی تهران در قبال جنگ و بازدارندگی ارائه دهد. فارن پالیسی معتقد در تغییرات اخیر در ساختار فرماندهی ایران را باید در چارچوب تلاش برای سازگار کردن ساختار امنیتی کشور با شرایط جدید منطقه و احتمال تداوم درگیری و ارزیابی کرد. بر پزشکیان خب به دنبال پایانشه. رئیس جمهور خدای خدا. بر اساس این تحلیل انتصاب چهره‌ای با سابقه نظامی امنیتی در موقعیت، دوستان توصیه میکنم، من یه بار اینو گفتم، من الان دارم برای بار دوم یا سوم این مینی سریال پسران نوح رو میبینم، ببخشید پسران هور رو میبینم، در مورد شهید علی هاشمی و هم رزمانش که منجر به عملیات خیبر و آزادسازی جزایر مجنون تا انتهای جنگ، روز آخر جنگ، ساعات آخر جنگ عقب نشینی ایران از مجنون، علی هاشمی ناپدید میشه، چه سختیایی که بی خانواده میاد، قلبم آتیش میگیره خدا وکیل. یعنی واقعا آدم روانی میشه. چه فداکاریایی واسه وطن شده، واسه آب و خاک شده، چه سختیات تو 8 سال پشه و نمیدونم سختی و تو این هورا با بلمهای کوچیک برو مثلا گیر میافتادن 3-4 روز مثلا تو این نیزارا قایم میشدن، دستشویی رفتنشون بدبخت، غذاشون فلانشون، این همه فداکاری واسه وطن شده. بعد مشتی از خدا بیخبر، مشتی پدر سوخته اولیگارچ کثیف فاسد امروز مثل زالو افتادن به جان این کشور و هدفشون اینه که هر آن دستاوردی که با خون به دست اومده اینا رو حراج کنن، بفروشن به دشمن واسه سود و منافع شخصی و خانوادگی و باندی و حزبی خودشون. واقعا آدم درد میکشه، با خدا عذاب میکشه. بله، این گزارش همچنین به تغییرات در سطوح عالی فرماندهان نظامی نیروهای مسلح پرداخته و آن را بخشی از روند بازسازی ساختار امنیتی ایران می‌داند. به نوشته فارن پالیسی یکی از پیامدهای مهم این انتصاب‌ها آن است که تهران احتمال پایان سری درگیری را مبنای اصلی برنامه‌ریزی خود قرار نداده است. از نگاه نویسنده، ایران در حال آماده سازی ساختار نظامی امنیتی خود برای شرایطی است که در آن جنگ با فشار نظامی ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. 100% همینطوره. در چنین شرایطی آقا صلح معنا نداره. ما با اسرائیل نمیتونیم به همزیستی مسالمت برسیم. جنگ پایانی نداره تا تعیین تکلیف. آقا کت خدا کیه توی منطقه؟ جنگ هژمون است آقا، جنگ بقا است. تا تعیین تکلیف نشه آقا کی در این منطقه دست برتر هژمون به دست آورده، جنگ پایان نمییابد. توهم است، هر که حرف میزنه این پدر سوخته یا آدم متوهمی است یا شارلاتان است. همانطوری که در این 4-5 دهه هم به این شکل بوده، چون داریم به اون نقطه تعیین کننده، اون سقف درگیری میرسیم. هرچی داریم میریم جلوتر، این شدت تخاصم و درگیری هم بیشتر میشه. این که فکر کنیم آقا باید کاغذ پاره‌ای، باید تفاهمی، این جنگ این ساده لوحی است برادران، این حماقت. عراقچی گفته تو جدیدی این حرفاش، چه رهبری کی شهید شده؟ 8 اسفند. آقایون 20 مذاکراتشون رو با آمریکا زیر 23 اسفند شروع کردن، یعنی 2 هفته بعد از شهادت رهبری. توف به شرفت، توف به غیرتتون، همتون مشتی بی شرف و بی غیرتید واقعا. کجا اینا با آموزهای شیعی، با آموزهای ایرانی اینا چیز داره؟ اصلا جنگ موجودیتین هم ول کن. چقدر شما بیرگید واقعا. بعد مذاکراتی که حالا اگر نتیجه هم میداشت به نفع منافع ارزه داشتن، این دستاورد نظامی رو نقد میکردن، میگی بخشیده به سوبل کرد خدا. خامنه اینو به مسلخ بردن، بالاخره یه چیزی میراثش یه چیزی گیری مردم هم اومد.
نه اینکه بیاید تو وسط معرکه دست ما برتره بیاید راه تنفس برای دشمن باز بکنید که دشمن بیاد ما رو محاصره دریایی بکنه. بی غیرت ها. بله. جان مرشایمر میگه محاصره دریایی ایران باعث تضعیف آمریکا در شرق آسیا شده است. مرشایمر میگه که محاصره دریایی ایران، بله، بر اساس این گزارش جان مرشایمر باشه رو این موضوع تاکید کرد که آمریکا ناچار شده است برای ادامه محاصره ایران ناو هواپیمابر خود را از شرق آسیا خارج کند که این موقعیت آن را در شرق آسیا تضعیف می‌کند. ایالات متحده مجبور شد نیروی خود از شرق آسیا خارج و آنها را به خلیج فارس اعزام کند. این موضوع در مورد نیروی دریایی نیز صدق می‌کند. یه زمانی آمریکا شعار میدادند که ما تنها نیروی نظامی در جهانیم که همزمان میتونیم در 2 جبهه بجنگیم، مثل جنگ جهانی دوم. البته آمریکا به خاطر اون موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیکش معمولا هم آخر جنگ که دیگه دشمن مستهلک شده وارد میشد، مثل حمله به نورماندی، نبرد نورماندی، یا مثلا حمله به ژاپن، اون اواخر که دیگه دشمن مستهلک شده وارد میشد. اما جنگ ایران نشون داد اینا همه تبلیغات کشک بود. جنگ با ایران، آمریکا نه تنها دیگه نمیتونه در 2 جبهه بجنگه، بلکه در یک جبههش هم زایده زیرش. چرا؟ چون ماهیت جنگ ها تغییر کرده. جنگیدن آمریکایی ها همچنان مثل جنگ جهانی دوم ناو و هواپیمابر و نمیدونم تانک و ناو و این چیزاست، جنگنده. و در صورتی که جورج گالووی، یه انسان با شرف، قبلا چند سالی هم نخست وزیر در انگلیس بود، الان یه برنامه ساز تحلیلگر سیاسیه، میگه که بعد از اختراع دینامیت توسط بشر، ساخت پهپادها، البته منظور از پهپادهای چیزن دیگه، انتحاری هن، وگرنه پهپادها جنگ خلیج فارس اول ساخته شدن. بعد از اختراع دینامیت ساخت پهپادها دومین اختراع بزرگ بشر می باشد که ماهیت جنگ ها رو، چیزها رو تغییر داده و واقعا هم همینه. امروز دکترین جنگ نامتقارن صحبت کردیم قبلا که ایران مدرن می جنگد، با امکاناتی که داره به بهترین نحو داره استفاده میکنه. آمریکا همچنان مثل 85 سال پیش می جنگد. دیگه ناوگانش چیز هستن، مفیدن، اما دیگه تعیین کننده نیستن. بله. مرشایمر ادامه داد اما سوالی که بعد از خود بپرسید این از جورج واشنگتن از کجا می آید؟ موقعیت این که این ناو از شرق آسیا می آید، این ناو معمولا در ژاپن مستقر است. این بدان معناست که دیگر هیچ ناو هواپیمابری در شرق آسیا حضور نخواهد داشت. اگر از دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن مسئله مهار چین به موضوع نگاه کنیم، این وضعیت خبر خوبی نیست. بنابراین نه تنها فرسودگی و استهلاک ناوگان نیرو دریایی ایالات متحده در حال محدود کردن توانمندی‌های کلی آن است، بلکه تمرکز آمریکا بر ایران و حفظ محاصره دریایی این کشور نیز باعث تضعیف موقعیت آمریکا در شرق آسیا در برابر مهمترین تهدیدش یعنی چین شده است. نیویورک تایمز هم میگه تهدیدهای ترامپ برای وادار کرده ایران به امتیازدهی نتیجه معکوس داشته است. نیویورک تایمز با اشاره به بنبست میان تهران و واشنگتن می‌نویسد تهدیدهای دونالد ترامپ ظاهراً به جای وادار کردن ایران به امتیازدهی نتیجه معکوس داده و ایران با حفظ اهرم تنگی هرمز و طرح شروطی از جمله لغو تحریم و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و دریافت غرامت جنگی در پی تثبیت موقعیت خود است. میگه که دو کشور نه در حال مذاکره جدی هستند و نه در جنگ تمام عیار، بلکه در وضعیت ناپایدار و بینابینی قرار گرفتند که میتوان یا به بازگشت درگیری نظامی منجر شود و یا به یک بنبست طولانی تبدیل شود. البته ما یه دور درگیری دیگه هم داریم، بعد میریم به سمت بنبست طولانی. بله. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقامات ایرانی معتقدند مقاومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا و حفظ کنترل بر تنگه هرمز بیش از دادن امتیازهای بزرگ در یک توافق مذاکره شده برای تهران منفعت دارد. در مقابل واشنگتن ظاهراً شرط بسته است که تشدید فشار اقتصادی بتواند کاری را انجام دهد که حملات نظامی از آن عاجز مانده‌اند.
آتش‌بسی که 2 ماه پیش میان طرفین برقرار شد قرار بود مسیر دستیابی به توافقی گسترده‌تر ظرف 60 روز را باز کند. توافقی که برنامه اصلی ایران و رفع تحریم‌های آمریکا را در بر می‌گیرد. بله. شروط ایران برای تنگی هرمز. تهران در ماه جاری فهرستی از مطالبات خود از واشنگتن برای بازگشایی تنگی هرمز ارائه کرده است، از جمله لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی. شروط مشابهی پیش از این نیز به عنوان بخش از توافق احتمالی میان طرفین مطرح شده بود. بله. طبق این گزارش ایران طی هفته‌های گذشته با عمان نیز درباره مدیریت آینده تنگی هرمز مذاکره کرده. دیروز خبری اومد که گویا این مذاکرات به شکست کشیده شده است. ما عمان که نمیتونیم، عمان یک کشور نیست، اینا بازم در چیز خط آمریکا، تو دایره سیاسی آمریکا، اقمار آمریکا محسوب میشن اینا. و ترامپ هم چندین بار نارضایتی خودشون از مذاکرات عمان و ایران در مورد مسیر تنگ هرمز چیز کرده. بهترین را باید بسته بشه سمت عمان، مینریزی کامل، بدون اغماض، بدون تیر هشدار. هر کشتی که قرار نزدیک شد اینو باید مورد هدف قرار بدن. سمت ایران هم باید بسته بماند آقا. حتی بجز کشتی‌های خودمون اجازه ندیم یک کشتی عبور بکنه. نفتکش و گاز و این چیزا که اصلا ممنوع. اگر می‌خوایم تعیین تکلیف کنیم. از اونورم بچه‌ها یمن بابالمنده بستن. به دشمن درد وارد کنیم تا مجبور به عقب نشینی بشه و در این حال با محاصره در این به عنوان جواب محاصره در این باید عملیات نظامی باشه. حالا که آمریکا نمیخواد به خاطر ضعف‌های و مسائلش نمیخواد وارد درگیری بشه، اتفاقا حالا ما باید وارد فاز تهاجمی بشیم. الان باید بریم به دنبالشون دیگه. بهترین موقع است. حالا که دشمن کراهت داره از حمله نظامی، این ماییم که باید بریم یقه اونا رو بگیریم و اونا رو فراری بدیم از منطقه. بله. خب دوستان، قربون تو برم، برنامه پایان رسید. سپاس از مهرتان. پیروز باشید. یا علی.